خو علی جان عشقم در ولنتاین بر من یک آیفون 15 یک دانه از خرسکای مقبول یک لباس سرخ مقبولش که برام بخر. میگم چی نظر داری امروز نام رفیقایت زنگ بزنی بیان ما هم زنگ بزنم یک جای خاندان تو هم خاندان ولنتاین هم بگویم. روزه گرفتی؟ به کی زبانت؟ نه نگرفتی زبان چه زبان؟ تو نگرفتی ما گرفتی؟ نه ما گرفتیم چی میگی؟ نگرفتیم است خوش بود. نه ما نگرفتیم. اوه تو روزه گرفتی به کی زبان؟ مادر جان بعد از این روزایی که از خانه عمه اومدم خانه ما چطور تغییرات آمده تا یک رقم یک حس خوشی دارم که خانه آمدیم. تغییرات آمده در خانه چطور کدام چیز کردی؟ تمام فساد و وفات خانه از خانه رفته بود دیگه طبعا در خانه تغییرات می آمدنی است و می چطور نه چطور مادر جان همه تو هست نه نگاتیویتی هیچ نبود در خانه همه تو خانه آرامش بود. چی یک فیلم زدنی سر بده ریموت سریال غندرون قسمت نوش آمده مامور سعی میکنم مرا همون ریموت بده برو قبرقه جن رنگ منگتا گم که از منطقه برو سریال میلیون نیست گم که دیگه حالا گم که قسمت میره از دم برو سایکو فیلم چی رنگ زده سایکو با چه فیلم یک رقم چپ ملاق میزنه مرا یک ذره بده که ما گشنه شدیم بخی یک رقم یک ذره بده برو از دم ریم ما قوسلی دا ندارم برو ما خودم مصروف هستم برو به خودت پخته کن ما دوام رو با بین پخته کردیم تو با ما گفت ریسی مرا یک ذره بده بگی دوستای من ماچ کو باز برات یک لقمه میتم گپای لودگی نزن که با بزور از پیشت میگیرم مادر کتیت کار دارم تشویش نه بگه میکالای مرا تو یک تو کن برو من خود مزدورت نیستم خو تو مادر کایکا باز نگویی که برای من از او چپسکا بیا از او بیا رازی بیا هر چیزی که باز که میگفتی باز نگویی خب صحیح من مزاق کردم میکنم برای تو من مزاق کردم نه آفرین تو گپا میفهمم تیز دیگه حالا زود چه دیگه تیز آفرین او شیطان بینماز تو رستبگر خواب هستی می چی رقم روزت موشه ای چی رقمی روزت موشه با خدای از رستبگر خواب باز افطار که شد بال موشه مخره خروری مخره باز مورا پس خوامونه ای چیه مادر نکو دیگه ما گوشنه هستم من مو آدم نیستیم فقط تو آدمی او خر مادر بخیستیم دیگه او دیوانه اگر نخستی افطار من تو هستی وقت رفیقت میخوایم مسجای بخوانه مسجای تا نمیخوانم والا بگی شو تو مسج کو بگی نه والا بگی من میگم تو نشته کن نه والا من نمیخوام مسجای تا کونی بچه دیگه رو ببین اول نمرش تو چی شدی ها؟ راست میگم مادر بچهای دیگه رفته اول نمرش ده انجینیر شده تو تو چی شدی ها؟ چرا گپ نمیزنی جواب بدی دیگه که ما که تو میگیم پدر ما چی زبان بازی میکنی؟ یا خدای زبان بازی میکنه حالا ای چی هسته؟ ایره کی ساخته؟ گذران پار دنیا گذران ای خونه را کی ساخته؟ اینی آدم ساختشه ایره شما ساختین؟ وی خنده میکنه آلی برای چی هسته؟ برای زدگان هیرات برای چی؟ برای زدگان هیرات برای زیرات؟ ای خو بیخی برق گرفتگی میشه خو خیر ای وطن میسازم آخر خودم میسازم وی امیر رقم میسازی؟ ای خو صبح چپا میشه دیگه چی میخوای بسازی؟ گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم فردوس دور بنده زیر ازی دیوانم زندگی کده نمیتونه دیوانه کلی افتوا مانند تو باورم کن یک رقم میسازم یک رقم بانی بیخی بی رقم است من میرم شکایت میکنم یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من میخوای با من رشوت بدی؟ والا خوب کار میکنی خدا یارت یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش ما تشنابم سر کو میریم خمی گپ از اول میگفتی با یک تن اتم کی میشود
از این بعد دوتایی اتن میکنیم. نه راستی آریانا سعید هم بخوای سه تایی اتن میکنیم. بابا همی پدرجانم همراه تو ریسکت مقبول بودی؟ وی علا بچه تو چی فکر کردی خدا؟ ها؟ تو چی فکر کردی؟ مادرت بچه تو جوانی ها داشتم از ذهنت کردم مقبول بودم که بنو که سوزن به من نمیرسه با جوانی ما بچه حالا زبله بیان بق برو بچه مکس جوانی هم بیر حالا زود چی بچه مالا خواستگارا بود که قطر الین که من پشتم و تو تشنه دیدار ما بودن حالا بچیم حال لباسای آرسی هست که دم کشال هستم تو کشال وقت مویای من مثل ازی بود بچیم مویای من تو کشال مویا داشتم افشان بچیم پدر جان بگویم راست میگه همه تو بود؟ بله جان پدر والا چی بگویم بچیم بگوید نام خدا خب پلوان تایت بود اما تو خب جوانی ها داشت دیگه چیز مگم خوشیم زیاد در جان موزد اما بباید نام خدا خوب تنها توشه پالوان بود یک دو دفعه وردار هم کرده بود مرا بیالا ققلش شوی تو مردکالا شرم کو بیالا وی ما چطور نازک دختر بودم وی اما تو حالا تو مردکه را دیگه توبه یالا تیز بیا دیگه آمدم این رو تک 5 ثانیه یک پیشت بگی 1 2 3 4 5 بسیار سخته باور کن بسیار مشکل است بسیار سخت است برای هر انسان یعنی طاقت آدم طاقت نمیتونه کرده بسیار دشوار است بسیار زیاد اگر عشق نریزانی نمیشه هیچ وقت نخواهد شد باور که پیاز میده کردن بسیار مشکل است بسیار هیچ عشق آدم اگر نریزانه هیچ نمیشه باور که این عشقایی که از مرا ببینیم نه این کلش از این پیاز است آدم هیچ نمیمانه هیچ گریان هر کس هم میکشه بسیار سخت است بسیار سخت است پیاز میده کردن باور کنه شما چی فکر کنید ما پیاز هم میگم شما خب زیاد میتیم هیره شیر میتیم ما شیر میگم بچه سلام خوب هستین بخیر سلامت بچه ای بیرون چقدر تغییر کرده درختها چقدر بلند شده اینقدر درک بود او بچه ای تعمیر 20 منزلیشه چی میکنه اوه اسکندر تو چقدر کلان یعنی ریشم کشیدی رنگ تو چقدر پریده بعد از میده داری چی بالا نیاز جان نه چند سال در خارج بوده که اینجا رو هیچ ندیدی نه من بودم خانه بودم اینترنت قطع شد گفتم یه دفعه بیرون برای خوش آمدید چی هست برای دمیدیتون؟ مرغ دارین؟ بله داریم بفرمایید سیدون بیا که جنگ پر کنیم در سحری مزدان کده لغت زیاد میخورم ولای نه مهمانی در افغانستان. بله سلام چی شدی؟ یادت رفت که امروز میمان بودی؟ خب زود بیا چقدر دیر کردی؟ خیلی وقت شده سلام یکیست؟ دوستم است دوست؟ بریم بخیر خیلی کیست؟ دوستم است دوست؟ بریم خیلی کیست؟ این دوستم است سیز بره شما خیلی ما رفتیم خدافظ
کس مکس وجود ندارد. کل چیزی که میبینه کلش یک تجربه است. پالوان میشه یک بار اینجا بین شما را کار دارم. خدا نیک مبارک کنه برات. من یک سوال دارم به خاطر از دوستای عزیز. وی سعید فهمیدم که شوی داری. شوی تک از دوزی نمیکنه. فقط بر از اینا بگو که شوی یعنی چی مانا. شوی که نعمت خداست. شوی نعمت خداست دوستای عزیز. هر کسی نعمت خدا را نمی داشته باشه. من از وقت میفهمیدم خو اینا قدر چیزا را نمیفهمن. شما که دارین چی فکر میکنین؟ من دارم 1000 بار شکر، میلیون بار شکر. اولی قدر شکر کشیدی. شوی چی داره؟ شوی دارم که همه حالوزویش داره. شوی دارم که همه میخواین همچو شوی داشته باشن. دخترها شما نمیشرمین پشت شوی مردم گرفتین آرزوی شوی مردم هم میکنین. شما دیگه بخیرش خندی را خیال مذاق کردین. شوی دارم که قند است قند. چی رقم قند است؟ او روز خود سر کلیش نمک مندوختی. یک روز شور میشه یک روز شیرین. نبات است نبات. والا بیشک نبات کست از دست از این دخترها دور نگاهش که دلشان او میشه. این دل ما او شد. دل دخترها خو بیخی پرخچه شده ندارن این رقمی. هر کس هم نمی داشته باشد. 100% نالکدی. اما شما میرین؟ نه اصیب من جای نمیرم. رفتن خب باید برین به خاطر که پشتت میاین میبرنتا. اوه کی میبریش اصیب؟ پدر جان شما اید نترسین. فقط یک موقع کجا میباشه بس خلاص. یالا اصیب تو دیوانه نشدی من جای نمیرم. اما اگه خودت نری اونا کشکده میبریتا. کی کشکده میبرمیتا؟ فرشتا همی ما کشکده میبره. فرشتا؟ مگم به خاطر چی میبره فرشتا همیتا بچیم؟ همی ما به خاطر یک ما بندی کردن میبرن. به خاطر بندی کردن؟ وی چرا؟ به خاطر که سبا رمضان است. خب یعنی چی؟ یعنی چی نداره دیگه پدر جان. در رمضان باید شیطانا بندی شوند دیگه. گپ نیست همه جان. فقط یک موقع است. باز اینال باقی 11 ماه دیگر در خانه مردم آتش زدنی هستی بیازم. بچه ها دمی هوای سرد که یک دانه زن می داشتم. باش که ما هم یک دانه می داشتم. بالویش می رفتم. یالا گندگی چی میکردی؟ نزدیکش می شدم. دیگه چی میکردی؟ تک چین تو می گرفتم. کش می کردم. جان بینیم پاک. الله بمرم با خدا بمرم. اگر دروغ گفتن روی کسی سیاه میشد حالا نصف مردم افغانستان افریقایی می بودن. ولای نه. الله اکبر. چی مادر؟ الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. چی مادر؟ چی بیدین چی کار کردم؟ او تور دیو بیزنه نموگیم برو خاله خور از او طرف کوی کو که بای همین نان بخوریم شاو. همراه دخترای قد بلند دوست شویم چون مهربان است. این خورترکا زبان داره اینقدر.